سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم بی‌حالم، در همین قهوه درست کردم واسه خودم، اما قهوه معمولی که توی همه کافه ها میفروشن نه. آموزش تازه تهیه‌اش هم اسمش هم گذاشتم که کیم قهوه. خب واقعا عالیه، یعنی از این قهوه‌ایه که بدون سیرپ شیره، مثلا بدون سیرپ شیرینه و واقعا دوستش دارم. پس اول صبحمون با این شروع میکنیم. اول صبح که ظهره، الان 1 و 2، ولی خب با این شروع میکنم، با اینکه خیلی قند داره و اینا. ببین بچه‌ها قشنگ خودمو دارم اینجا خالی میکنم، هرچی که رژیم و اینا بود که برگشت چی اضافه دارم میشه، اصلا اونو کاری ندارم. ولی وقتی برگردم بابور شهر خونمون یه تصمیمایی دارم که حالا بهتون در میون میذارم و دیگه این روند ادامه پیدا نمیکنه و حداقل یه ماه تابستونم قشنگ اینطوری میچینونم و ازش استفاده میکنم. از من به شما گفتم، ببینید بهتون گفتم بهتون گفتم که آره اینقدر دلم واسه پیانو تنگ شده، هیچی تمرین نکردم. شهریور کنسرت دارم، حتی نمیدونم چندم ممکنه اصلا هفته اول شهریور باشه و من کلا یه هفته وقت واسه تمرین داشته باشم و این بدترین چیز ممکن میشه، چون یه هفته وقت برای تمرین یعنی گند زدن توی کنسرت و اینکه آهنگی که من قراره واسه کنسرتم بزنم فورلیزه و بچه‌ها من درش آوردم، 1 ساله دارم روش کار میکنم، یعنی درش آورده بودم قبلا، ولی خب هی روش مثلا کار میکردم، این تیکه مثلا این تیکش خراب میشد، دوباره این تیکش رو کار میکردم و اینا، درش آورده بودم. خدا به شاهده اگه من الان برم بابل مجموعه بزنمش بچه ها تمام دوباره باید بشینم ساعت‌ها روش تمرین کنم و اگر خوب تمرینش نکنم بچه ها گند میزنم کنسرت و واقعا تمام زحماتی که این 1 سال کشیدم میره هوا. و فورلیست جزو آهنگایی بود که من خیلی روش موندم، تقصیر خودم هم هست، قبول دارم و کشته شدم سرش، به خاطر اینکه انقدر تمرینش کردم و هی وقتا افتاد بین تمرینم و اینا یادم رفت و الان فقط دعا میکنم که برم خوب بزنم، چون یه تیکش هست خیلی تون میشه یهو و از پایین، یعنی از کلاویای پایین یهو میره بالا دره. خب این منو کشته خب به خاطر اینکه حالت دستامو که باید عوض کنم سخت میشه و اگه الان 3 هفته پیانو تمرین نکردم و ممکنه که کل آهنگ اصلا برام خراب شه، یعنی مثلا ریتمش از دستم بره بیرون، ضربش از دستم بره بیرون. خدا کنه فقط آخر شهریور کنسرت بزنم، یا مثلا 20 به بعد، مثلا 15 به بعد که نصف شهریور حداقل بتونم تمرین کنمش. واقعا خدا بخیر کنه. حالا بعد از این میخوام چیکار کنم؟ بعد امشب که میخوایم، این بعد از اون میخوایم بریم جایی، خونه ما در بزرگ مامانم و الان من نهار نخوردم. خب اینو میخوریم، نهار میکنیم، بعدش هم میخوایم میکاپ کنیم. اینو بخورم فعلا، بعد برم نهار بخورم و یه بعدش هم با هم همراه میشیم که واسه یه میکاپ کردن. امروز میخوام قشنگ 0% میکاپمو 0% میکاپمو باهاتون در میون بذارم که چیکار میکنم چیکار نمیکنم و میخوام بهم بگید توی کامنت ها که نسبت به اون ویدیو اولی که داخل چنلم گذاشتم، یعنی بیاین با هم آرایش کنیم، به نسبت به اون چقدر تغییر کرده میکاپم، چقدر بهتر شده، چیا بدتر شده، چیا رو دیگه نمیزنم، مثلا سرم افتاده. میخوام بهم بگین، چون خودم هنوز مقایسه نکردم دیگه. شما که این ویدیو میاد قشنگ میتونید مقایسه رو برام انجام بدید و ممنون میشم که تو کامنت ها بهم بگید که خیلی دوستم ببینم چی تغییر کرده از نظر شما، چی بهتر شده، چی بدتر شده. مثلا یه چیزی که خب تغییر کرده و خودم هم میدونم فعلا
این که قبلا با بیوتی بلند قبلا با براش کنم میکردم، الان با بیوتی بلندر یا برعکس. خب از هر روز استفاده میکنم، ولی امروز میخوام یکم متفاوت پیش برم. آره میخوام یه سری رد فلگ ها رو بزنیم بره و با هم زبانم هم تمرین. بچه ها چقدر کار سر من ریخته آخه، کمرم شکست. الان معلم زبانم همین الان که دارم ویدیو میگم نوتیفیکیشنش اومد، گفته که چرا تمرینات رو نفرستادی؟ باید آرایش کنم، نهارم بخورم. اوه بچه ها زودتر برم تمام کنم، من زبان اصلا نهار نمیده. بعد از اینکه زبان خوندم و اینا، بخاطر اینکه یکم حالتش دفرمه شده بود و بد شده بود و گفتم یکم نمدارش کردم و کرم مو بهش زدم، گفتم که بر شب حالت بگیره و حالا واسه شبم شاید ببافم، یعنی همجوری عادی مثلا روش یه تیکه ببافم، یه تیکه نمیدونم، حالا یه کاش میکنیم واسه شب. و من ساعت 3 کلاس دارم، الانم 2:50 است و گفتم که بذار از این استفاده کنم. الان واقعا نمیخوام خیلی میکاپ کنم و اینا، چون که بعدش میخوام بریم مهمونی، پس بذارید من رو نگیجه بذارم. بعد گفتم خب پس اگه اینطوریه یه روژ میزنم. بعد این ست خواهر مرتضی خریدیم، یه 2 هفته فکرم، یکی 2 هفته میشه و بچه خیلی خوشگله. بذار بازش کنم. الان ببین الان خوابیده، اگه ببینه من اینا رو استفاده میکنم کلام میکنه. اینه هاش بچه دیدین چقدر رنگ و رنگه. اینا همشون حرارتی، میخوام یه رنگ استفاده کنم که نارنجی استفاده نکرده. خدا نگاه کن اینا ها اینجوری میزنی، بعد یکم میگذره مثلا قرمز میشه یا اصلا صورتی. یه کوچولو رنگ میده، یه خیلی خوشم اومد ازش، گوگلیه مثل درش کن. اشکال نداره، منم لوازماشون بهش میدم، اونم باید با هم شیر کنه به هر حال. آره اینم یکم رنگ گرفت، اوکی شد دیگه. برم که الان کلاس زبانم شروع میشه، بعدشم بیاین دیگه آماده شیم و موقع میکاپ کردم میخوام یه خاطره یه چیزایی باهاتون در میون بذارم و صحبت کنیم با هم، که خب خیلی موضوعی مختلفیه ولی با همه کوچولو قرار صحبت کنیم و بعدش هم که قراره بریم مهمونی. آره دیگه من برم الان کلاس زبانم شروع میشه. هلو، خوش اومدید به پارت بعدی ولاگ که میکاپ. خب کلاس زبان من خوشبختانه تموم شد، 55 دقیقه است و من ساعت 6 باید برم کجا؟ مهمونی و بعد ساعت 6 اونجا باشم. همچنان باید موهامو درست بکنم و میکاپ کنم و لباس بپوشم، اکسسوری بذارم و اینا. قراره با هم با میکاپ همراه باشیم. اما میکاپی که امروز میخوام انجام بدم تا حالا اصلا انجامش ندادم، خیلی دیدمش ترند فکر کنم و توی پینترست درش آوردم و عکسش هم اینجا میذارم. یه میکاپ صورتی خوشگل که لباسم چون اینه خیلی بهش میاد به نظرم و خب توسی هم که خونسا مثلا همه چی میاد و تصمیم گرفتم این میکاپ انجام بدم و با شما در مورد یه چیزایی صحبت کنم. آینم این سری آوردم بچه‌ها، قشنگ دیگه راحت شدم. خب اولین کاری که میکنیم چیه؟ به پوستمون میرسیم بچه‌ها. قبل از میکاپ کردن اولین کار مهمی که ما باید انجام بدیم
امروز کلا میخوام میکاپی باتون صحبت کنم. میکاپی یعنی همون در مورد میکاپ و مثلا اسکین کیر و مثلا این چیزا. اولین کاری که شما باید بکنین اینه که پوستتون رو پاک کنین، مخصوصا اگر پوستتون چربه و حالت چربی رو پوستتون میمونه، مثل من که حتی من پوستم مختلطه، یعنی یک قسمت هایی مثل بینیم و پیشونیم مثلا چربه ولی یک قسمت هایی خشکه. خب و این قسمت ها رو ما کل صورت رو با میسلار واتر، شاید نشیده باشین اسمشو، شاید هم شنیده باشین، نمیدونم، والا شما بیشتر از من بلدین. میسلار واتر چیزیه که سطح عمقی نه ولی سطحی از منافذاتون رو پاک میکنه و باعث میشه که پوست شما از آلودگی دفع بشه و آلودگی رو تمام از روی پوست و داخل منافذ میبره بیرون و پوست شما رو آماده میکنه برای گرفتن چیزهای مفید، حالا مثلا آبرسان، مثل مرطوب کننده و اینجور چیزها. من اول پوستم رو با این به صورت یعنی کامل پاک میکنم از هر گونه آلودگی چیزی. و وقتی که پاک کردین بچه، گردن منطقه کثیفی بدنه، به خاطر اینکه عرق میکنه، به خاطر اینکه همش دائما داره بالا پایین میشه و اینجاهاش. و بچه ها میخوام بهتون نشون بدم، اگر معلوم باشه سیاهی رو میبینین، آره مشخصه میبینین این سیاهیه رو، اینا همش واسه منطقه گردن منه. گردن هر کاش کنی از پوست کثیف‌تر هم میشه. وای چقدر کثیفه بچه ها، اصلا باورم نمیشه. بعد از میسلار واتر میذاریم پوستمون یکم آروم بگیره، میذاریم یکم این جذبش بشه، بپره این. بعدش چی کار میکنیم؟ بچه این چیزایی که دارم توضیح میدم، این روتین پوستی که من الان دارم میرم واسه سنینه، مثلا 10 تا 12 این طورا تا مثلا 17-18 ساله هاست، که یعنی قبل از نوجوان شدن. یعنی نوجوان شدن چی دارم میگم؟ و این روتینیه که خودم دارم، خیلی ساده است و خیلی موثره و اگه از همین الان این روتین رو بچه‌ها داشته باشیم، چه خودم چه شما، توی بزرگسالی هم پوست سالم تری دارید و اینا. خیلیا به من میگن که تو از الان چرا این کار رو شروع کردی؟ من کاری به میکاپ ندارم بچه‌ها، میکاپ اگه محصولاتتون واقعا خوب نباشه اینا واقعا صدمه میزنه، یا بیش از حد استفاده کردن از میکاپ واقعا به پوستتون صدمه میزنه. ولی اگه بهتون گفت اینا چیه میمالی، تو که پوستت خوبه، تو که هنوز بچه‌ای، اصلا نیاز نیست مرطوب کننده بزنی، اینو به حرفش گوش ندید. برو بابا، میخوای تو چیکار، به تو چه؟ بچه‌ها از همین الان اگه شروع کنید استفاده کردن همین مرطوب کننده، همین میسلار واتر، تو بزرگسالی بهتون قول میدم که یه پوست تمیز، صاف، درخشان و دور از آلودگی و جوش سرسیاه دارید. و از همین الان بچه‌ها همین کار رو انجام بدید اگر پوست خودتون رو دوست دارین و بعدا از من تشکر کنید. خب محصول بعدی مرطوب کننده هست که توش آبرسان هم داره. خب این خیلی خوبه که چند منظور است و مال برند سیمپل، قیمت مناسبی هم داره، شما میتونید تهیه کنید. من یکم پشت دستم میزنم و بعدش به صورتم میزنم. برندهای دیگه هم هست ولی بچه ها برای مثلا سن تینیج و اینا بهترین برند همین برند سیمپله. چرا؟ یعنی اصلا نیازش رو برید کلینیک بخرید، نمیدونم مثلا برندهای خیلی خفن بخرید و مرطوب کننده های خیلی چیزی داشته باشید، چون که پوست ما فعلا خیلی نیاز به این چیزا نداره و پس از یه مثلا مرطوب کننده متوسط میتونه خوب باشه. و ترجیحاً از برندهای مثلا چینی که توی بازار هست و فیکش بچه‌ها خیلی زیاد شده، یعنی چون از مثلا قدیم الایام بوده اینا، الان فیکش رو خیلی ساختن، استفاده نکنید مگر اینکه خیلی دیگه مطمئن باشید مثلا جایی که دارید میخرید اصل چیزاش. و چون مثلا من دیدم که چینی خریدن زدن داغون شده پوستشون و دنبال درمانش بودن، جوش زده فلان و اینا و کلا خیلی باعث شده که پوستشون خراب بشه. پس برند چینی ترجیحاً استفاده نکنید. از همین سیمپل یا مثلا گارنیر، مثلا این مارک های اینطوری. من خودم طرفدار سیمپل و گارنیرم، واقعا جفتشون خوبن، ولی سیمپل از من به شما نصیحت میسلار واتر خوبی نداره. چرا؟
شاید به کسایی که طرفدارشم بر بخوام. تو من خودم طرفدارشم، ببینید هم کرم چشمشو دارم، هم شوینده‌شو دارم، هم مرطوب کننده‌شو دارم. اما سیمپل چرا بده؟ به خاطر اینکه یعنی میسلر واترش عمقی پاک نمیکنه. من با توجه به اینکه گارنیرم استفاده کردم به نظرم اون بهتره. خب مرحله بعدی چیه؟ کرم دور چشم که اصلا لازم نیست مثلا واسه سنین 12-13 سال استفاده بشه، ولی اگه چشتون مثل من حالت خستگی و هنوز مثلا داره میده ازش استفاده کنید بد نیست. نوشته for puffy and tired eyes، یعنی مثلا واسه چشمایی که پف میکنه و چشمای خسته طوری. و چجوری استفاده میکنین؟ از این انگشت یه ذره بچه‌ها کرم دور چشم همیشه کم باید استفاده بشه. اینو برای چی دارم میزنم؟ چون میخوام کانسیلر بزنم و به صورت تپ 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 زیر چشم زده میشه بدون اینکه داخل چشمتون بره. اینقدر میزنین که جذب شه این به پوستتون و دور چشم شما آماده بشه و آبرسانی یه جوری بشه واسه یه چیز. مرحله بعدی هم سریع بریم لیپ بال که واسه نرم شدن لب قبل از میکاپه که خیلی تاثیر داره بچه‌ها. من از وقتی اومدم اینجا هم منافذم بازتر، ببین من خیلی به پوستم میرسم ولی اینجا هواش واقعا نمیدونم چجوریه، هم منافذم باز شده، هم این که بچه‌ها اصلا کلا منافذم باز شده، جوشه زیاد میزنم، نمیدونم علتش چیه، شاید مال خوراکم هم باشه. ولی خب مرحله بعدی که شما میتونید استفاده نکنید، من مثلا مراقبت کننده از موجه میزنم، بلند کننده در راست، ولی خب قبل از ریمل من همیشه میزنم که این محافظت رو داشته باشه و باعث بشه که خیلی به موجه هم اون آسیب همیشگی نرسه. مهمترین مرحله استفاده از یه ضد آفتاب خوبه. من پرایمر ندارم ولی شنیدم داخل ضد آفتاب سنتلا خودش پرایمر داره، یک ماده به نام سنتلا داره، سالسالیک اسید داره، هیالورونیک اسید داره و باعث میشه که پوستتون خیلی بهتر بشه و یعنی فقط چند کار از کار یک ضد آفتاب صرفا انجام نمیده. من از این محصول واقعا بچه‌ها راضیم، بگیرید، یعنی پشیمون نمیشید هیچ وقت. دماغم روی گردنتون هم بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه دورنگ نشید در طی زمان که استفاده میکنید از کرم پود، از ضد آفتاب. بچه‌ها رنگ پوست خب این سفید کنندم هست یکم دیگه داخلش دیگه، بعد این رنگ پوست شروع میکنه مثلا تغییر کردن و اینا، پوستتون یه رنگ میشه، گردنتون مثلا یه رنگ دیگه. حالا باز دست و اینا مشخص نیست چون گردن وصله به صورت، به نظرم خیلی مشخص میشه و ضایع میشه. چقدر این ضد آفتاب زود جذب بچه‌ها، من یه عالم همیشه ازش میزنم خب، ولی اینقدر زود جذب میشه و رد سفیدی نمیذاره. اگه میبینید یکم قرمز شدم من به خاطر نوع پوستمه. من وقتی یکم دستمالم به پوستم بچه پوستم شروع میکنه قرمز شدن و یه چیز عادیه واسم، مثلا کلا پوست سفیدی همینه دیگه. بعد که پوستتون الان آماده شده کاملا واسه میکاپ، شروع میکنید میکاپ کردن. اگر کسی رو دیدید همینجوری که اومد کرم پود زد گفتش که چرا پوستم خوب نمیشه، چرا میکاپم خوب نمیشه، اوکی get out please get out. و خب باید چیزش رو رعایت کنی، تا اگه چیز خوب میخوای باید چیز خوبم استفاده بکنی، باید چیز مراقبات قبلش انجام بدی. مرحله بعد ژل ابرو دفکتوه، فکر کنم برند ایرانی هم هست، ارزونم خریدمش ولی خب راضیم با اینکه یعنی مثلا میگم ارزونه و اینا، سفیدک نزد. این خیلی نکته پوینت مثبتیه، سفیدک نزد. 100 تومن هم خریدم، 120 تومن بچه‌ها. حتما اگه میخواید میتونید بگیرید. حالا نمیدونم شاید مثلا رو ابروی دیگه مثلا چیز بزنن، حالا معرفی نکنم بگید سفیدک زد، مال من که نزد. شما میتونید حالا بگیرید اگه دوست داشتینم، نگه میتونید تست کنید خودتون. باز نتیجه رو بهم اگه گرفتین نتیجه رو بهم بگید که مثلا رو ابروهای شما هم همین
اتفاق افتاد یا نه. چرا انقدر بد دارم میکاپ میکنم؟ اوکی دیرم شده، استرس گرفتم و یکم دارم خرابکاری میکنم، اشکال نداره. خب مرحله بعد از ژل چیه؟ کانسیلر. خب میکاپی که دیدین توناژ صورتی داشت، سایه داشت، به عنوان خیلی زیاد داشت، پس یه جور خاصی امروز کانسیلر میزنیم. خب اول از همه زیر چشم رو میزنیم که خب هممون میدونیم این مراحل دیگه، شما نمیخواد براتون توضیح بدم چجوری بزنید و اینا، ولی اکثرا میدونیم که باید به چه صورت بزنیم این کار رو انجام بدیم و اینا. حالا نکتهش چیه؟ پشت چشم رو فعلا نمیزنیم بچه ها، فعلا دقت کردین؟ خب حالا اینو باید فیدش کنیم. امروز میخوایم با چیز پیش بریم، با یک براش، نه با یه بیوتی بلندر پیش بریم امروز، بهتر میشه. این اسپری آب مومم آوردم. میبرم بالا ولی چیز نمیزنم جدا. اگر جوش زدین و یه اشتباه خیلی بزرگ کردید اینه که کانسیلر رو مستقیم روش میزنید، در صورتی که نباید این کار بکنید. مثلا من از کانسیلر بالای چشمم واسه این جوش های اینجا هم استفاده کردم و همین اومدم روش بلند کردم و به صورت کامل کاور شد. ولی اونجوری که مستقیم برش میزنید خیلی بد میشه و قلمبی جوش کاملا مشخص میشه و تغییر رنگ رو احساس میکنید داخل پوست و این خیلی افتضاح میشه بچه، افتضاح. خب قشنگ کار پرایمریش رو داره انجام میده سنتلا جون. حالا قبل میکاپ نزده بودم، اولین بار بود که میزدم. خب الان این از این بریم که فیکسش کنیم. آیز سایتینگ پاودر هم استفاده میکنیم، این چوسی بازی ها. خب از پودر فیکسمون استفاده میکنیم یا علی نریزه. بسم الله بچه ها. هستی آرامش خودتو اوکی کن. Don't worry. بعدش میایم با یه براش بزرگ، اوکی، با این براش میایم الان اینا رو بر میداریم، چیزای اضافه شو دان. خب اون میکاپ رو خب من اول میام چی کار میکنم؟ پشت چشم و کانسیلر رو فیکس میزنم. یعنی اون یه تیکه‌ای که قراره هایلایتری بشه و قرار شاینی بشه، چون رنگش سفید تره باید یکم کانسیلر به نظر من بزنم. بچه اینا رو جایی ندیدم حالا این پشت چشم یکم فرق میکنه زدنش. چرا؟ چون باید قشنگ اون هلالیه رو داشته باشه. پس میام با یه براش سرتخت اینو اوکیش میکنم. پودر من اینو اوکیش کنم میام. خب بچه من کار انجام دادم و پشت چشمم کاملا الان سفیده. بعدش میایم چی کار میکنیم دوستان عزیز و گرامی؟ نمیدونم چرا اینجوری دارم حرف میزنم، عجله دارم بچه ها، عجله. از یک براش اینطوری استفاده میکنیم واسه سایه‌مون. یه بیس سایه میزنیم، یه بیس ساده منظورمه. خب من از این رنگ صورتی استفاده میکنم واسه یه بیسم. ای با خیس بود سایم خراب شد، خیلی ریلکس سایم خراب شد. آخ جون خودش آینه داره بچه ها، خیلی خیسه. مجبورم انگشت رو بیارم وسط. انگشت جون دوست داریم، انگشت جون دوست داریم. و اینطوری دوستان بیس رو خیلی ساده میزنیم پشت چشم.
خب الان یه بیس ساده صورتی ملیح زدیم و میخوایم بریم سراغ اون خط کمون. من سایه الان روشن در حال حاضر اینو دارم که اینم بلاش چیز روشونه است و این صورتش خیلی تو چشتره تا بقیه صورتی هایی که من دارم. والا عرب میشم، زبان انگلیسی اصلا بچه یه چیز عجیب غریبی شدم امروز. از این استفاده میکنیم، اما از یه براش سرتخ استفاده میکنیم و از این هلال پشت چشممون میایم و یه خط اینطوری در امتداد خط چشممون میکشیم. این سایه به نظرم خط چشم نمیخواد چون خودشون بالاش چیز داره و بریم که اینو درستش کنم. واقعا نمیدونم خوب شد بد شد. میبینید خطو. بریم واسه این ورش. واقعا استرس دارم. این چپه بچه ها. دوستش دارم، باحال شده، اما اینجا یه چیزی میمونه که سایمون رو فینیش بکنه. فینیش میبینم که اکلیلشه. حالا من در حال حاضر 2 تا اکلیل دارم، با دستم پیش میریم. قلمون کیلو چنده، براش کیلو چنده. از این شاین صورتی که میبینید استفاده میخوام بکنم. قشنگ شد. حالا توی روشنایی بیشتر نشونتون میدم اینو. خیلی ناناس شد بچه ها. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، ولی این سایه پشتشو به نظرتون بس کنم از پایین. آره حس میکنم اگر این از پایین وسته به این خیلی قشنگ و کشیده میشه چشما. بنابراین این کار را انجام میدهیم. نه این کار انجام نمیدهیم. پس همینو فقط پررنگش میکنم، یکم رنگ و لاب بهش میدم که چشمانمان را آهویی تر و زیبایاتر بکند. این آناس شد. خیلی دوستش دارم بچه ها. نگاه کنید. خب مرحله بعدی چیه؟ رژگونه است. رژگونه هم از همین استفاده میکنیم. اوکی میزنیم رو سیب گونه‌مون یکم امروز قرمزی بشیم. خدایا چه میکاپ خوشگلی. از من تا حالا میکاپ صورتی انجام نداده بودم و خیلی خوشگله. خیلی خوشگل. ناناسه خیلی خوشگله و من واقعا عاشقش شدم بچه ها. خیلی نایسه. نایس. بعدی هم ریمل میزنیم. من برم ریمل بزنم و برگردم که بریم سراغ رژ لب و دیگه تمام. تایممونم کم کم داره تموم میشه. شب اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام من تو نرسه. بچه ها این از ریملم و واقعا نایس. بچه ها نایس عالیه. چون عاشق این میکاپ شدم. خیلی از این میکاپ های گولی نانایسته مثلا ایناست، ولی با چی تکمیل میشه؟ با هایلایتر. بچه امروز کلا با براش قهرم و مثل این که دوست ندارم از براش استفاده کنم و کلا بیخیالش شدم. مثلا از هایلایتر گوگلی صورتیمون استفاده میکنیم واسه گوشه چشم. هنوز خوش نشده و پس بینی و این یه گونه‌مون این زیادم میزنیم. قشنگ این بقیه‌ش میکنیم. قشنگ هایلایتر بارون میکنیم خودمون رو و گوشه داخلی چشممون رو از اینجا. اوکیه. بعدش هم از یه خط لب قهوه‌ای. آره یکم جون بدیم به لبامون بچه ها. جون هنگ کردم دیگه. آینم گذاشتم اینجا. ناهارم نخوردم همچنان.
از بالم لب خط لب قهوه‌ای استفاده میکنیم واسه مرزگذاری لبم. بالاشو صاف کردم و سریع شارژ گوشیم الان تموم میشه. از چی استفاده بکنیم؟ از یه لیپ گلاس صورتی نایس که اینا رو محوش میکنم. خب گفتم اینا رو یکم محوش میکنم و اینم یه همیش میزنیم و اضافیاتشو میگیریم و به به. این آلا چی میکنم؟ چه رنگی بچه ها، چه لعابی. صورتم امروز واقعا خوشگل شد و واقعا دوستش دارم، واقعا. هنگیدم، میکاپم تموم شد، برم حاضر شم. آخر که حاضر شدم بهتون نشون میدم، چون اصلا وقت نمیکنم بچه ها ولاگ بگیرم بیشتر از این، واقعا وقت نمیکنم. آره دیگه، بریم لباسمون رو بپوشیم و استایلمون رو بزنیم، اکسسوریمو بپوشم و نهار بخورم و بعد میایم پیش شما که استایلمو ببینید. استایل من که الان بهتون میگم، موهامو باز کردم، خیلی خوشگل شد. تو اونجا بدون شال باز نشون میدم، جلوش هم بافتم، آرایشم که خیلی نایسه، گوشواره هام عاشقشونم و لباسم و یه شلوار مشکی، این دستبند ماریم و ساعتم که خیلی استایل اسپورت و باحالی شد به نظرم. بزن بریم، دیر شده، فقط کیفمو بردارم و بچه ها ساعت چنده؟ 6:05 برم. فعلا خدافظ، اونجا باز بهتون نشون میدم استایلمو. ما الان از مهمونی برگشتیم، ساعت هم بخوام دقیق بهتون بگم 11:30 شبه و زیبرالاتم و اینا رو در بردم و اینا، بعد روتین پوستیمو انجام دادم و اینا و یه اتفاق خیلی بد افتاد که واقعا نمیخواستم الان اتفاق بیفته و ای به داد من رسید. چرا آخه؟ مهم نی، سعی میکنیم که فراموشش کنیم و الان میخوام برم بخوابم و اینکه صبح هم فکر کنم جایی بریم یا اینکه کاری انجام بدم. اگه کاری انجام دادم که جذاب بود با شما در میون میذارم و اینکه فعلا بوس بهتون، شبتون بخیر. شب بخیر. سلام، به یه روز دیگه با من خوش اومدین. امروز میخوایم کیک درست کنیم. الان داریم میریم هایپر با خواهرم. نفس سلام. میخوایم بریم هایپر وسایلشو بگیریم که کیک خونگی تو قابلمه درست کنیم و امروز ولاگشو با هم داریم که میخوایم کیک درست کنیم. اینجا بزغاله داریم. سلام. موقع بدی داشتم فیلم میگرفتم. اوکی ولش کن. الان میخوایم بریم هایپر رو. عصرم که دختر داییم میاد خونمون. دختر داییم کوچولوه، میاد خونمون و قراره کلی باش بازی کنیم و اصلا به خاطر اونم دارم کیک میپزم. عصرشون مهمون داریم و گفتم که عصرونه کیک درست کنیم. نفس کیک دوست داری؟ آره ایشون هم که عاشق کیک بود دیگه. بزن بریم. خب اومدیم هایپر و از این ور بیاین میخوایم یه کیک بگیریم. خب پودر کیک آرد. نفس این آرد رو بهم میدی؟ سفیده؟ نه این نگاه کن تو دوربین. آره بذار تو سبد. وانیل اینم بردار یه دونه وانیلین زده. نه این آره مرسی. خب حالا
آماده یه چیزی هست. آماده اگه بخوایم بگیریم آیا درست میشه تو قابلمه، چون ما واقعا فیر نداریم. بذارید پشتشو بخونم بهتون میگم. فعلا این شد خریدای ما. یه شیرم باید بچه بردارم. آره دیگه، هم آرد برداشتم هم این کیکا دیگه. ببینیم چی میشه دیگه. آره همراهتون میذارم، با ما همراه باشید. برگشتیم خونه و الان میخوایم یه ظرف استیلو بودن تا درست کنیم. اینو میخوام درست کنم. حالا چیزایی که گفته چیه، مواد لازمی که داره، گفته که تخم ما 4 تا، روغن مایع 100 گرم یا معادل نصف لیوان، شیر یا آب، که ما الان فعلا بازش کنیم، پودرش رو بریزیم. خب بعد دستور پختش گفته همه مواد رو همراه پودر نیمه‌مو داخل ظرفمون. خب پس همشون رو باید ترکیب کنیم و هم بزنیم. موادشه بذارید چاقو بیارم. خب الان این پودرمون میریزیم داخل ظرف. چه کاکاوی میده او. میگم تو ظرف که نریزه. بعدش هم دستم از قبل شستم بچه. بعد یه دو ریختیم 4 عدد تخم مرغ. 4 تا اینجا تخم مرغ داریم که اینجوری باید بریزیم داخلش. کامنت ها بهم بگید که شما بیشتر کیک شکلاتی دوست دارید یا وانیلی. هم یه نظر سنجی کنم ببینم طرفدارای کیک شکلاتی بیشتره یا کیک وانیلی. خب این از 4 تا تخم مرغ ما. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی گفته نصف لیوان بهش روغن اضافه کنیم. اینم از نصف لیوان روغنمون که اینم اضافه میکنیم. بعدش هم گفته نصف لیوان آب یا شیر که ما شیر اضافه میکنیم. شیرم نصف لیوان میریزیم. خب الان شیرم میریزیم و بخوام بهتون نشون بدم که این دقیقا چجوری شد. بذارید ویدیو بگیرم از بالا براتون. خب الان اینه قیافش و ما با این همزن دستیا قراره که همش بزنیم تا کیک رو درست کنیم و بعدش هم که بریزیم توی قابلمه‌مون و دیگه آماده میشه تا حدوداً یه 45 دقیقه یا 100 دیگه این حدودا فکر کنم که کیکمون هم آماده بشه و کیکمون هم شکلاتیه دیگه. بریم همش بزنیم. 3 دقیقه بعد همش بزنم. دوباره بهتون نشون بدم به بافتی که رسید. همچین بافتیه بچه، انگار براونیه، یعنی اصلا کیک شکلاتی نه، انگار براونی میخوایم درست کنیم ولی مایش رو یه کوچولو تست کردم، مزه دسر میده، دسر شکلاتی قشنگ انگار داریم مثلا پودینگ میخوری. خیلی باحال شد. خب من رفتم یه قابلمه آوردم و متوجه شدم که کاغذ روغنی نداریم. اشکال نداره، ما بچه‌ش از روغن استفاده میکنیم و بچه من تا حالا قابلمه درست نکردم ولی میدونم که پف میکنه، یعنی موادمون پف میکنه. پس یه قابلمه سعی کردم بزرگ استفاده بکنم که خراب نشه کارم. حالا روغن رو میریزیم ته قابلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم بستش بشه و قشنگ به کف و دورش همجوری چیز کنم. حالا من اگه یه چیزی داشتم که پخشش میکردم خیلی خوب میشد. ببینم با دستم میشه انجام داد. با دست برم داخلش دیگه. دستام که تمیزه میشورم بعدش. قشنگ چرب می‌کنم خاطر اینکه اگه
کم چرخ کنیم میچسبه به قابلمه و باعث میشه که کیکمون خراب شه. الان که من جوری می‌کنم همه چی اوکیه. با دست رفتیم تو بخوریم که عملاً اینجا تو بالا باشه مثلا یه وقت چیز شد قفل کرد نجاش بالاتر باز نچسبه. خیلی هم عالی چرب و چینی شد. الان بچه‌ها کاملا مناسب چرب شد. آماده است برای اینکه مواد رو داخلش بریزیم. همونجوری که دستم کثیف براق شده جدا. چون نداره که برای بشونیم اینو می‌کنیمش بعد می‌ذاریمش یه گوشه‌ای. موادمون رو آروم وارد ظرفمون می‌کنیم. بازم از دست استفاده میکنم یا خودم یه عالم مواد توشه ها. داره میاد پایین. میبینید چقدر مواد باز توش بود. بچه ها اینجا امکانات کمه ندارم واقعا با انگوش پیش میرونید. با انگوشتم خود بد نیست. بعد خب مواد هم داریم وارد میکنیم و انگشتم خب من دستم بشورم هرچه سریع‌تر. موادمونم ریختیم و بریم بذاریم درست بشه. بچه‌ها من مواد رو ریختم داخل قابلمه و خیلی قابلمه بزرگی، یعنی فکر نمی‌کردم اینطوری بشه ولی خب مورد نیست. اینقدرش هم مونده که حالا از اینم استفاده می‌کنم. کنم بعدم میاد تاش بمونه. از اینم میریزم دیگه، میذارم رو گاز و بعد درشم دم کنی بذارم و دیگه میره برای 40 دقیقه دیگه. ما الان در بی‌برقی هستیم ولی کیک پخته شد خوشبختانه با چایی. می‌خوایم بخوریم و کلش هم که اینهاشش. آره دیگه این شد کیک شکلاتی امروز که می‌خوایم با بچه‌ها بشینیم با دختر دایم اینا بخوریم. اومدیم تو تراس نشستیم توی بی‌برق. پیرزن توی این هوای خوب. واقعا بیرون هوا خوبه، از تو خیلی گرمه و هوا اینجا روشنه. اینجوری نکن. به همراه دختر داییم ارغوان. سلام علیکم. خواهرم و داداشم اومدیم نشستیم. بچه‌ها دارن کیک میخورن. سلام کن ارغوان. سلام. چیکار میکنی؟ بهش کیک بدیم بچه‌ها. اینجا نایده بیا. بس. بریم برای تست اولیش. بسم الله الرحمن الرحیم. سس شکلات هم روش ریختم دیگه. شکلات یا اول حساشا بریم 3 2 1. خوشمزه است. چای روش بخوریم. چه خون بده بچه واقعا خوشمزه است. جاتون خالی. کیکی خوشمزه شده. از 1 تا 10 چند میدی به کیکم؟ 7 میده. تو چند میدی؟ 6.5. ارغوان چند میدی به کیکم؟ کیکم خوشمزه بود؟ نظر نمیده دوستمون. آره دیگه